زبان انگلیسی 26 تا حرف دارد. سلام دوستان عزیز، ایناتو مهربان هستم. در این درس با شما الفبای زبان انگلیسی را میفهمانم و ما گفتن نماند که هر نفری که با آموزش زبان مشغول می شود، سر اول او باید الفبای آن زبان را پوره از خود کند و در این درس من با شما 26 حرف کلان و خردی زبان انگلیسی را میفهمانم. So let's start. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. خب اینا بودن حرفای کلان زبان انگلیسی. اکنون میگذاریم با حرفای خرد زبان انگلیسی. So let's go. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. خب اینا بودند حرفای کلان و خرد زبان انگلیسی. اکنون بعد من تکرار. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. So let's recite with our music. اکنون با موسیقی قرائت میخونیم. So let's start. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. This is called letter alphabet which we never must forget. خب این بودند الفبای زبان انگلیسی و یک سوال به میان می آید که برای چی حرف زبان انگلیسی 26 تا و آوازها نسبت به حرف زیادند. یعنی در زبان انگلیسی 44 تا آواز، 26 تا حرف. برای چی آوازها از حرفها زیادند؟ اگر شما دانید در کامنتر نویسید و ما با پاسخ شما جواب میگردانیم. تا درس آینده خوش و خوشحال بمانید. بای.